امروز نوبت ماست، امروز نوبت اسلام است. و تلک الایام نداولها بین الناس. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند. ما حرفی نداریم. همچنانی که اروپایی ها اون روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربه مسلمین استفاده کردند، از فلسفه مسلمین استفاده کردند، ما امروز از دانش جهان استفاده می‌کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده می‌کنیم برای برپا کردن تمدن اسلامی، منتها با روح اسلامی، با روح معنویت. این وظیفه امروز ماست. این خطاب به عمدتاً خطاب به علمای دین و روشنفکران راستین است. بنده چندان امیدی به سیاستمدارها دیگه ندارم. قبلها تصور میشد که سیاستمداران دنیای اسلام در این راه بتوانند کمک کنند. متاسفانه این امید ضعیف شده است. امروز امید ما به علمای دین در سراسر دنیای اسلام و به روشنفکران راستین که غرب را قبله خودشون ندانند، امید به اونهاست. و این ممکن است. نگویند این کار شدنی نیست. این کار شدنی است. این کار شدنی است. این کار عملی است. دنیای اسلام ابزارهای فراوانی دارد. ما جمعیت خوبی داریم، سرزمین‌های خوبی داریم، موقعیت جغرافیایی برجسته‌ای داریم، منابع طبیعی بسیاری در دنیای اسلام داریم، نیروهای انسانی با استعداد و برجسته‌ای در دنیای اسلام داریم که اگر اینها رو با تعالیم اسلام مستقل بار بیاریم، می توانند آفرینش‌های هنرمندانه خودشون رو در عرصه علم، در عرصه سیاست، در عرصه فناوری، در عرصه‌های گوناگون اجتماعی می توانند این هنرمندی رو نشان بدن و ارائه بدن.